مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان به محدودیت نیروی برق شبیه می شود. هنوز یک هفته از باز شدن شبکه‌های فیسبوک، یوتیوب، ادناکلاسنیکی و فکانتاکت نگذشته، دیروز این شبکه‌ها دوباره بسته شدند. اما مقامات تاجیکستان دست داشتن خود را در مسدودی این شبکه‌ها رد می‌کنند. هر زمان برعکس تاکید می‌کنم که ما پس چنین سایت‌بندی ها نیستیم. گرچه اگر پس چنین سایت‌بندی ها نباشد، این مسئولیت خدمات علاقه است. یعنی در این صورت اگر خدمات پس این تصمیم ها نیست، باید از خود پروایدر ها یا اپراتور علاقه طلب کند که دسترسی شهروندان تاجیکستان را تأمین نمایند. هرچند شرکت‌های موبیل میگویند آنها بدون دستور خدمات علاقه کار نمی‌کنند، اما این نهاد از بسته و باز شدن شبکه‌های اجتماعی اظهار بی‌خبری می‌نماید. عیب را به گردن شرکت‌های موبیل می‌زند. اینا هم خودی همون شرکت‌ها خودشون باید بکنن. ما خدمات علاقه این چیزی که نداره، اینا سپورتشون دادگی نیست. سبب باز شدنشان شما نمیتونه شرح داده؟ میگم اون که چند روز پیش باز شدگی بود اینم شرح داده نمیتونه؟ نه ما شرح داده نمیتونه. چون که اینا مالکیت میخوان گیرون میخوان نکشن. در سال 2015 شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبرگزاری پشت سر هم بارها برای مدت‌های کوتاه و بعداً در حالت‌های ویژه باز شدند. همان گونه‌ای که در فصل سرما برق در روزهای خاصه داده می شود. اخیراً نیز تمام شبکه‌های اجتماعی در چند روز پخش سفر رئیس جمهور به کعبه باز شدند. وقتی باز شد خرسند شدم که الکی حضور میتوانیم همین سایت های استفاده کنیم و دیگر نه، یعنی به قبل درست کار کردن، لیکن باز محدود شد و سوالم پیدا شد که مقصد چی بود. این سوال من حتی در فیسبوک هم نوشتم که مثلا این سوال من با اینترنت پروایدر اون است، یعنی که آنها مسخره میکنن، یا سوال میمون است گفته میمون بازی میکنن، با چی مقصد؟ و یک عادتی نمیدونم، یک عادتی خیلی قابلی قبول نیست از جانب آنها که آنها به یگام خبر محدود میکنند، به یگام خبر اونا باز میکنند و باز محدود میکنند، یعنی که طوری که میخواهند همون خیلی با استفاده برندگان خود بازی میکنند. شبکه‌های اجتماعی معمولاً در حالت‌هایی مثل شورش گنرال نظرزاده و یا ناآرامی‌های چند سال پیش در بدخشان بسته می‌شوند. اما ماه‌های اخیر این پایگاه‌ها بدون هیچ سبب نیز مسدود می‌گردند. من علتش را در آن می‌بینم که همین هفته اخیر یا که چند روز پیش بعضی عکس‌های مثلا در فیسبوک نشر کرده شدند که در جامعه ما قبول کرده نمی‌شود. شاید از همین سبب باشد که باز محدود کردند. حالا ساکنان کشور برای تامین همیشگی برق در خانه‌های خود پراکسی پیدا نکردند. اما بخش عمده آنها مخصوصاً جوانان ده‌ها قفل شکن را در کامپیوتر و تلفن‌های خود نصب کردند که قفل‌های گذاشته را به آسانی می‌شکنند و به سامانه‌های دلخواه خود وارد می‌شوند.